بک‌دور یعنی در پشتی. وقتی کسی بتونه بدون اعتبار سنجی، مثلا بدون عبور از مرحله پسورد وارد یه سیستم بشه، بدون اینکه کاربر یا مدیر اون سیستم متوجه بشه، میگن اون سیستم بک‌دور داره. مثلا فکر کن وقتی داری از لپتاپ یا گوشیت استفاده میکنی، یکی دیگه هم کنارت نشسته باشه و هر کاری میکنی رو زیر نظر بگیره. فکر نکنم دوست داشته باشی چنین اتفاقی بیفته. ویروس‌ها و انواع دیگه‌ای بدافزارها میتونن از بک‌دورها سوء استفاده کنن و وارد سیستم یا شبکت بشن. حالا چطوری امکان وجود بک‌دور رو به حداقل برسونی؟ سعی کن از اپ‌ها و نرم افزارهای اوپن سورس استفاده کنی. اپ‌های اوپن سورس کد مرجعشون رو در اختیار همه میذارن و این یعنی میشه مطمئن شد اپ داره چیکار میکنه و اینکه بک‌دور توی کدش وجود داره یا نه. گروه‌های متخصص وجود دارن که داوطلبانه این کدها رو بررسی میکنن و گزارش‌هاش رو هم منتشر میکنن. ممکنه هر روز از اپ‌های کد بسته استفاده کنی که برای کارهات خیلی بهشون احتیاج داری. اسم اپی که استفاده می‌کنی رو با عبارت اوپن سورس آلترناتیو سرچ کن. معمولاً یه جایگزین اوپن سورس وجود داره. این وبسایت هم پر از اپ‌های اوپن سورس به درد بخوره. یه سری بهش بزن. اگه تو ایران زندگی می‌کنی به احتمال زیاد از نسخه قفل شکسته ویندوز یا نرم افزارهای دیگه استفاده می‌کنی. این نسخه‌ها تقریباً همیشه بک‌دور دارن. معلوم نیست کی قفل رو شکسته و چی وارد سیستم عامل یا نرم افزارهای جانبی کرده. سعی کن از نسخه اصلی استفاده کنی. اگه نمیتونی، لینوکس جایگزین خوبیه. اوبونتو یه نسخه لینوکسه که رابط کاربری خیلی خوبی داره و کار کردن هم باهاش خیلی راحته. ضمناً مجانی هم هست. اپ‌های اندروید و iOS رو از مارکت‌های رسمی دانلود کن. مارکت‌های غیر رسمی مثل کافه بازار و سیدیا که تحت نظارت گوگل و اپل نیستن، ممکنه اپ‌هایی ارائه کنن که بک‌دور داشته باشه. سیستم عامل و اپ‌ها رو همیشه به روز نگه دار. هر روز راههای نفوذ جدید کشف میشه که شرکت‌ها با هر به روز رسانی ترمیمشون میکنن. مرورگرها خیلی مهمن. همیشه به روز نگهشون دار. ویروس، کرم یا هر اسم دیگه‌ای که روش بذاری، یه بدافزاری که از سیستم سوء استفاده میکنه. هر روز ویروس‌های جدید تولید میشن که البته بیشتر برای سیستم عامل ویندوز طراحی شدن. آنتی ویروس یه نرم افزاری که میتونه تشخیص بده سیستمت به ویروس آلوده است یا نه. شرکت‌های زیادی آنتی ویروس تولید میکنن. اگه دنبال یه دونه خوب و مجانیش هستی، آویرا یا آواست رو امتحان کن. هر دو رتبه‌بندی خوبی دارن و نسخه مجانیشون خیلی خوب کار میکنه. هم خیلی مهمه که آنتی ویروست رو به روز نگه داری، چون هر لحظه بدافزارهای جدیدی تولید میشن که باید بتونه شناساییشون کنه. سعی کن به طور منظم ویروس اسکن از کل سیستمت انجام بدی. ضمناً هر دو این آنتی ویروس ها نسخه اندروید و iOS هم دارن که به دردت میخوره. خیلی وقتها ویروس ها از راه اتچمنت ایمیل یا پیام توی پیام رسان ها میان سراغت. اگه فایل مشکوکی گرفتی، مخصوصا از کاربری که نمیشناسی، بازش نکن. این فایل ها میتونن بدافزار رو روی دستگاهت نصب کنن و راه سوء استفاده رو برای هکرها باز کنن. در پشتی رو خوب محافظت کن که کسی به جز خودت وارد خونت نشه. کنجکاو باش، تحقیق کن و حواستو جمع کن.